هیچ به دست آوردنی وجود ندارد، همه چیز تجربه کردنی است. وقتی اینجوری نگاه کنیم که همه چیز تجربه کردنی است نه به دست آوردنی، خیلی میتونیم راحت تر زندگی کنیم، راحت تر با مسائل و چالش های مختلف زندگیمون مواجه بشیم. الکی نیست میایم این حرفا رو میزنیم هیچی به دست آوردنی وجود ندارد، همه چیز تجربه کردنی است. پوستمون کنده شده به اینجا رسیدیم و این چیزی نیست که این حرفای من نیست. منم یکی از افرادی هم که داره این حرفا رو میزنه. منم یکی از افرادی هم که یک سری آدم میان مخاطب میشن برای من. خیلیا همه نمیتونن بیان این حرفا رو بشنون و درک کنن. اینو باید بدونیم. وقتی همه چیز تجربه کردنی باشه نه به دست آوردنی، چه اتفاقی میفته؟ برای مثال من حالا فرض میگیریم که به دست آوردن وجود داره، فرضمون رو بر این قرار میدیم. من میرم اینو به دست میارم. وقتی اینو به دست آوردم خوشحالم، شادم، حالم خوبه، فکر میکنم دارمش دیگه، رفتم زور زدم اینو به دست آوردم. ولی قبلا صحبت کردیم دیگه، چه چیز ثابتی توی این دنیا وجود داره؟ همه چیز میتونه ثابت باشه؟ خیر، هیچ ثباتی نداره این دنیا. 4 روز دیگه اینی که به دست آوردم از بین میره، نیست میشه. یکی میاد میدزدتش، آتیش میگیره، پودر میشه. هیچ چیز ثابتی وجود نداره. اون موقع چی؟ فکر میکردم به دستش آوردم، حالم خیلی خوب بود. الان که از دست دادمش خیلی حالم بده. خیلی اصلا فکر میکنم دنیا سرم خراب شده. وقتی به دست آوردنی وجود نداشته باشد، همراه اون هیچ از دست دادنی هم وجود نداره. من این کاغذه رو بذارم اینجا، خیلی سر صدا داره میشه. وقتی به دست آوردنی وجود نداشته باشد، هیچ از دست دادنی هم وجود نداره. یعنی من اون چیز رو به دست آوردم، خوشحالم، بعد از دست دادم ناراحتم، ولی الان که از دست دادمم ناراحت نیستم، چون اصلا به دستش نیاورده بودم. من فرض رو بر این قرار دادیم که به دست آوردن وجود داره دیگه. من به دست آوردن اون چیز رو تجربه کردم برای مدتی و حالا چه اتفاقی میفته؟ چون هیچ چیزی ثابت نیست، از دستش دادم. چه اتفاقی باز داره میفته؟ من دارم از دست دادن اون چیز رو تجربه میکنم. از این صحبتایی که الان داریم انجام میدیم میخوایم برسیم به قسمت نهایی قانون سوم. همه چیز به یاد آوردنی است. شما یه چیز به دست آوردی، خوشحالی، از دستش دادی، ناراحتی. ما در ادامه قوانین یه قانون سوم داریم که مفصل آدمای مختلف اومدن در موردش حرف زدن. بعضیا درست، بعضیا اشتباه. اکثر کسایی که اومدن در موردش صحبت کردن یا چرت و پرت گفتن یا ناقص در موردش حرف زدن. قانون جذب. واسه این میگم اگرم اومدن درست در موردش صحبت کردن، ناقص بوده خیلی وقتا. اونایی که البته درست صحبت کردن واسه این میگم ناقص بوده، چون دقت کن دارم میگم قانون سومه. 2 تا پیش شرط داره قبلش. یکیش همین قانون اولیه که 3 بخش داره و فعلا داریم در موردش صحبت میکنیم. یکیش قانون بعدی، قانون پاکسازیه. بعد تازه میشه قانون سوم، قانون جذب. من حالا اینجا میخوام یه نشونم بدم که چه اتفاقی تو قانون سوم میفته. اگه تو و من و هر کس دیگه معتقد به دست آوردن و از دست دادن چیزی باشیم، توی قانون سوم، قانون جذب، لنگ میزنیم.
واسه اینه اونایی که اومدن ناقص در موردش صحبت کردن باعث شدن اکثریت آدم ها که به این حرفا گوش دادن دیگه هیچ اعتقادی نسبت به قانون جذب و اینا نداشته باشن و بگن چرت و پرته. چون اونایی که رفتن سراغ قانون جذب دنبال به دست آوردن بودن. من اگه دنبال به دست آوردن چیزی باشم قطعاً بدون شک از دستشم میدم. وقتی از دستش بدم حالم بد میشه، وقتی به دستش میارم حالم خوب میشه، دوباره از دستش میدم حالم بد میشه، دوباره به دستش میارم حالم خوب میشه. یک نوسان احساسی وجود داره و این احساسه توی اون قانون سوم، قانون جذبه، خیلی مهمه. خیلی ساده و خلاصه و مختصر و مفید بهت میگم. قانون سوم میگه آقا تو چه احساسی داری؟ به صورت ناخودآگاه، نه به صورت خودآگاه. اینکه به صورت ناخودآگاه چه احساسی داری حالا تو قانون دوم مفصل. نمیتونم همه رو یه جا بهت بگم، نمیشه اصلا. این قابلیتش رو حداقل من ندارم. شاید یکی همه رو یه جا بتونه بگم. قانون جذب میگه چه احساسی داری؟ به صورت ناخودآگاه. تمام اتفاقات زندگیت بر اساس اون احساست میفته که اون احساس رو در تو تکثیر کنه، در تو بیشتر کنه. حالت خوبه، اتفاقاتی میفته که اون احساس رو در زندگی تو تکثیر کنه. حالت بده، اتفاقاتی میفته که اون احساس بد و اون حال بد رو در زندگی تو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنه. حالا من دنبال به دست آوردن چیزی هستم، قبلا در موردش صحبت کردیم ولی یه مروری میکنیم دوباره. از همون لحظه که دنبال به دست آوردن چیزی هستم، برای به دست آوردن چیزی شروع به اقدام میکنم، یک سری احساسات میاد سراغ من. احساس شک، تردید، ترس. آیا این چیزی که میخوام برم به دستش بیارم برای من خوبه یا بده؟ آیا اصلاً من میتونم این چیز رو به دست بیارم یا نه؟ نرم نشه، نرم بشه اون چیزی که میخواستم نباشه، نرم کل سرمایه‌مو از دست بدم، نرم کل زندگیم زیر سوال بره. همه این سوالات، همه این ترس ها و شک ها و تردید ها همون ابتدا اگر به نیت به دست آوردن چیزی بریم جلو برای ما پیش بیاد. قانون سوم چی میگفت؟ چه احساسی داری؟ پس اگر من به نیت به دست آوردن چیزی شروع کنم و اقدام کنم، چون از همون لحظه اول سطوح احساسی من سطوحی مثل شک و تردید و یأس و ناامیدی و این هاست، نتیجهش چی میشه؟ اتفاقاتی میشه که همین احساسات تکثیر بشه. مولا درز این قوانین نمیره. حالا باز من فرض میگیرم که هم به دست آوردن وجود دارد، هم از دست دادن. فرض رو بر این میگیریم. حالا میخوایم به بحث تجربه کردنه برسیم. میگیم که همه چیز تجربه کردنی است، به دست آوردن از دست دادن وجود نداره. حالا ما فرض میگیریم به دست آوردن از دست دادن وجود داره، ولی من اگر با نگاه تجربه کردن باهاشون مواجه بشم چه اتفاق میفته؟ من اون کاغذه رو که همون اول مثال زدم الان انداختم اون برو به دست آوردم، خوشحالم، هیچ چیزی هم ثابت نیست، از دستش میدم، ناراحتم. ولی اگه همه اینا تجربی کردنی باشه چه جوری دارم بهش نگاه میکنم؟ من برای یه مدت به دست آوردن اون مثلا چیز رو و احساساتی که پشت بندش دارم احساس میکنم رو دارم تجربه میکنم. من اون اتفاقه نیستم، من اون چیزی که به دست آوردم نیستم. یه چیزی به دست اومده، یه احساساتی رو به من القا میکنه، حالا احساسات خوشایندیه، دارم تجربهش میکنم. حالا
از دست رفته ثابت نیست دیگه. ناراحتم، غم دارم، خورده تو ذوقم، ناامید شدم، دارم این لول های احساسی رو هم تجربه میکنم. اگر من تجربه گر نباشم و فقط در سطح همون به دست آوردن و از دست دادن باشم که اکثر ما هستیم، وقتی خوشحالیم خدا رو هم بنده نیستیم، وقتی ناراحتیم از دست دادن اون چیز کل زندگیمون رو انگار باختیم و به مرور این به دست آوردن از دست دادن پیش میاد. به دست میاری از دست میدی، به دست میاری از دست میدی، به دست میاری، مادام بلا استثنا برای تو اتفاق میفته، برای من اتفاق میفته، برای هر آدم دیگه توی این کره زمین هستش. به دست آوردن از دست دادن، به دست اصلا این دوتا کنار همه. اگه بخوایم بهشون قائل باشیم، به دست بیار از دست بده. چیزی به دست آوردی بعدش باید بدی بره. بعد از یه مدت فکر میکنیم همه چی همینه، به دست میارم مثلا. و به مرور زمان دیدید آدمایی که پا به سن گذاشتن دیگه، مثلا 50 رو رد کردن، این که میگن سن که رسید به 50 خیلی سخت میگذره از اون به بعدش، همینه. چون دیگه طرف باور کرده آقا هیچی فایده نداره، داره بهش فشار میاد دیگه، هیچی فایده نداره، من هر چی زور زدم فلان چیزو به دست بیارم از دست رفت. چون در همون سطح به دست آوردن از دست دادنه مونده. این دوتا مدل رو، این قابلیت تجربه گر بودن رو در خودش به یاد نیاورده که آقا من به دست آوردن اون رو تجربه کردم، حالا از دست دادنش هم دارم تجربه میکنم. به دست آوردم، یه سری احساسات خوبی داشتم، دارم تجربه میکنم این مدل رو. از دست دادم، یه سری احساسات ناگواری دارم، اون رو هم دارم تجربه میکنم. اینم یه مدل دیگه شه، دارم تجربه میکنم. واسه همینه ما همیشه به بچه‌هایی که با هم کار میکنیم میگیم آقا نگو من میخوام فلان چیز رو به دست بیارم یا به فلان چیز برسم، بگو من داشتن فلان چیز رو میخوام تجربه کنم. نگو من میخوام فلان ماشین رو بخرم بهش برسم، بگو من خریدن فلان ماشین رو میخوام تجربه کنم. تجربه گر بودن فراتر از سطح به دست آوردن و از دست دادن و در نهایت اون یأسیه که دوچارش میشیم. همه چیز تو این لول در نهایت نتیجهش یأس و ناامیدیه. یه نیم قرن از سنمون میگذره فکر میکنیم همینه، هیچ فایده ای دیگه نداره این زندگی، بریم حالا دست به سوی آسمان بکنیم و توبه بکنیم و خدایا غلط‌هایی که من در جوانی کردم و ببخش دیگه، حداقل منو ننداز جهنم. اصلا چه وضعش آخه، چه وضع زندگیه این، چه سبکیه. نخواستیم قبول کنیم که ما فراتر از به دست آوردن از دست دادیم. ما فراتر از اون ماشینیم که رفتیم خریدیم 4 روز دیگه حالا تصادف کردیم از قیمتش افتاده باید زیر قیمت بفروشیم. ما فراتر از تورمیم. یه پسندازی داشتیم مثلا دلمون صابون زده بودیم سال دیگه خونه بخریم، یهو دیدیم خونه 10 برابر شد. ما فراتر از اونیم، ما داریم این اتفاقات رو تجربه میکنیم. تا وقتی که مادامی که من و شما متوجه نشیم ما تجربه گر هستیم همه مدل های احساسی رو، واسه همین میگفتیم وقتی صحبت از تجربه گر بودن میشه ما فراتر از معیارهای بد و خوب قرار میگیریم. ما خوبه رو داریم تجربه میکنیم. حالا فرض میگیریم خوبه در سطح نامگذاری ظاهری درست خوبه، داریم تجربهش میکنیم. اون بدرم مثلا حالا یه اسمیه داریم تجربهش میکنیم، ولی فراتر از اون هستیم. یه جمله کلیدی وجود داره توی EFT که EFT رو مفصل توی قانون دوم همون قانون پاکسازی خدمتتون میگم، یکی از تکنیک‌های خیلی خوبه EFTه. توی EFT حالا
آشنا هستید نیستید. یه سری ضربات روی یک سری از نقاط بدن زده میشه و یک سری جمله ها گفته میشه. من این جمله رو خیلی دوست دارم. میگه درسته که حالا فلان اتفاق افتاد، من فلان احساسو دارم، فلان مثلا برون ریزی جسمی رو دارم، فلان باور محدود کننده رو دارم، ولی حقیقت من فراتر از همه ایناست. فراتر از اون اتفاق تلخیه که 10 سال پیش، 20 سال پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش برای من افتاده. فراتر از اون احساس ناگواریه که الان دارم. فراتر از سردردیه که الان دارم. فراتر از حتی باور محدود کننده‌ای که مثلا 20 سال 30 سال در من وجود داره و شکل گرفته و هر روز قوی تر شده. من اینا رو تا الان تجربه کردم. من فراتر از همه اینا، من فقط تجربه میکنم. توی جلسات پیش یه مثال زدم، من سگ شما انسان. تفاوت در اینجاست، در تجربه گر بودن. سگه پا رو دمش میذاری، درد رو فقط تجربه میکنه میره، یه واکنشی نشون میده. آدمه این قابلیت بالفعل رو داره. من به بالقوه و بالفعل قائل نیستم. همه چیز تو این دنیا بالفعله، فقط تو باید به یاد بیاری. توضیح میدم. آدمه دردش میگیره، یه ضربه‌ای میخوره تو فکش، پاشو لگد میکنه، یکی دردش میگیره، ولی واکنش غریزی نشون نمیده مثل سگ، مثل حیوان. میدونه که داره یه چیزی رو تجربه میکنه. ولی متاسفانه یه گیری وجود داره که مفصل باید در موردش صحبت کنیم. ما یه ابزاری داریم ما آدم ها به اسم ذهن. یک ابزار به اسم ذهن. خیلی هامون از این ابزار استفاده که نمی کنیم، هیچی شدیم ابزار این ابزار. به خاطر همینه در سطح به دست آوردن از دست دادن میمونیم، درک نمیتونیم بکنیم سطح تجربه کردن رو. شما باید بدونید که با این ابزار چجوری برخورد کنید. آیا اصلا تو داری از ذهن استفاده میکنی یا داری استفاده میشه ازت؟ خیلی زور داره. ذهن من و تو یک ابزاره برای ما. به جایی که ازش استفاده بکنیم داره ازمون استفاده میکنه. این که میگن در آینده دور یا نزدیک انسان میشه برده هوش مصنوعی. آینده دور یا نزدیک رو ولش کن، الان هم هست. انسان برده ذهنشه، من برده ذهنمم و تا وقتی که این اسارت رو ازش خارج نشم نمیتونم مرحله تجربه گر بودن رو درک کنم. من بالفعل تجربه گرم ولی درکی ازش ندارم. گفتم بالقوه اعتقاد ندارم بهش. بالفعل تجربه گرم ولی ازش درکی ندارم. چرا درکی ندارم؟ چون برده ذهنم هستم. تا جلسات بعد، فعلا خداحافظ.